بدترین و غم‌انگیزترین سرنوشت برای زناییه که توی 50 سالگی چشم باز میکنن و میبینن هیچ اموالی از خودشون ندارن، نه پسندازی، نه ماشینی، نه خونه‌ای و نه هیچ پشتوانه مالی، چون از اول انتخاب کرده که وقتشو که گران قیمت‌ترین داراییش محسوب میشه رو صرف همسر و بچه‌هاش کنه. مثل یک کارمند تمام وقت باید تمام کارهای روزانه رو بی عیب و نقص انجام بده، حتی اگه خسته باشه، حتی اگه مریض باشه، حتی وقتی که ناراحته. و بدترین قسمت ماجرا اینجاست که توی 50 سالگی چشم باز میکنن و میبینن هیچی از خودشون ندارن و بعد از 50 سالگی همسرشون سر هر مسئله ساده میتونه بگه از خودم این وقت میمونه شکسته و یه جوری زنی که فرش داره ارج نداره، زنی که پول داره چون حرف توی این دوره زمینه کسی حرفش برو داره که حساب پول، احترام، شخصیت، جایگاه، خلاصه پول همه چی از خواهد قدر وقت و به هر کسی حتی همسر و فرزندت چون همون بچه